مقامات میگویند در دوام رید یا معرکه مخصوص به گفتهشان فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دهند. به گفته آنها قریب 90% این زنها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آرند. اکثریت این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان ستر و حجاب به بر کردند. در معرکه مقامات که روزهای 3 تا 13 اوگوست با تشبث کمیته کاربازان و عائله تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان عائد به جلوگیری از گرایش ساکنان به عقیده های مذهبی و افراطی و میل اهالی به لباس های بیگانه صورت میگیرد که بارها از جانب رئیس جمهور امامعلی رحمان هم انتقاد شده است. مسئولان کمیته کاربازان و عائله تاجیکستان میگویند دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب و سترپوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 16 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 90% همصحبتان آنها از حساب زنان راضی‌اند که سترشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این مانع میشوند. از این میبرد که مثلا امروز ما با قسمت مردم باید کاربری کنیم. تجربه مثلا صحبت ما نشون میداد که 90% زنها راضی هستند این پوشیدن. لیکن میگه که اگر شوهرم راضی باشه یا مثلا شوهر در مدیریت میندی از اونجا تلفن میکنه که اگر ستر کشی من طلاق میدم. این خیلی تهدید هستن. یا مثلا پشتوانش در اینجا میگه که همین ستر کشیدی من بچه‌م رو میگم که طلاق دید. مرحبا عالمی سوال میگذارد که مگر با یک پوشیدن ستر مشکلی زندگی زنان حل می شود؟ در تاجیکستان نظری زنها و دخترها به حجاب و ستر پوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند همانا لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر میکنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین شیوه لباس پوشی کار میگیرند. از سوی دیگر دختران مکتبخوان و دانشجو موظفند که در مؤسسه های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن ستر و حجاب گذاشتند این را یک حق فردی خود میحسابند و میگویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. جامعه شناسان هم میگویند در پی تاکید و دعوت های به تکرار مقامات با دستکشی از لباس مذهبی نظر مردان جامعه هم از هم فرق میکند. در برابر آنهایی که لباس دینی همسران را فرض و ضرور و شرط فرهنگی معیشی عائله خود میدانند، آنهایی هم هستند که از نظر ذهنی از دنیوی گرایی دولت پشتیبانی میکنند. اکرم اسرارов یک آموزگار ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد تاکیدهای مقامات او هم از همسرش خواست که از پوشیدن ستر و حجاب دست کشد. او میگوید نمیخواهد که به خاطر پوشش لباس همسرش زیر فشار قرار گیرد. من راضی نمیشم ستر پوشم. همون کرتا ازار یک رومال با سرشون تمام همون قرار. من نمیسپارم چیه. که زندگی دنیا برای هم اگه چیکار میپوشن خشون میگن. اما برعکس اکرم اسرارov مردان دیگر نیز هستند که میگویند با هیچ قیمت راضی نیستند که همسرانشان پوشش لباسهای مذهبی را ترک کنند. حسین حسنوف یک همصحبت تقریبا 50 ساله ما در کوچه های دوشنبه میگوید به هیچ صورت راضی نیست که با سترکشی همسرش راضی شود. دست کشد؟ بله. نه راضی نیستم. اگر جریمه کنم برای پوشیدنش چرا وای نمیکنیم؟ کنیش پرداخت میکنیم. مسلمانی پوشد. خینه کی اوریسی. مقامات تاجیکستان میگویند برای به تنظیم درآوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم عنعنه بندی مخصوص برای علاوه پیشنهاد شده است. فعلا قانون‌های تاجیکستان در زمینه پوشیدن لباس بیگانه هیچ معیار، طلبات یا مجازات پیش بینی نمی‌کند.